اول فهمیدم که از من آخران زینه ده مشکلی که است کو هم زینه ده برای او ما بالا رفتن در عهده‌داری اول در پول بود. عهده‌داری در خود چه میگیری؟ ما باید محیط معلیش کنم نه، عهده‌داری که در پول بود در خود چه تومتیم؟ گاب در پول نیست، گاب در مایه که ما پولا جلب کرده نمیتونم یا که به پول کرده نمیتونم. شما باید وقتی که عهده‌داری در دیگه چی پرتوفتین وقتی در خودتون گرفتن طرز درست قطعی باید اما عهده‌داری را در خودتون چیکار کنین؟ در خودتون بگیرین. مثلا اول دا مرا سخت علام میکرد که کامنتاریو بزرگ بنویس. بعدش قطعی پسیخولوگ در این مسئله کار کرده. من گفتم مرا سخت زدیواد میکنه. توش ما کاری خوب میکنه می آدما را دستگیر میکنه. من فهمیدم که من عهده‌داری را در آدما پرتوفتستم که شما گنده این که مرا بزرگ بنویس. عهده‌داری در خودم گرفتم چخلی کردم. من گفتم که چی با همین گپ مرا هم که تاثیر رسید. بعد بالای همین کار کردن سر کرد. ای بی آدما نیستای. وقتی که فهمیدی که تو عهده‌داری را در دیگه چی پرتوفتگی بدی باید طرز همون عهده‌داری در خودت گرفتن در کارای ما باید نگین که عهده‌داری در من تو پایو. خیلی نه. اگر عهده‌داری در خودت با طرز نادرست بگیری دیپرسیا میشه.